با سلام به قسمت چهارم از آموزش طراحی قالب وبسایت خوش آمدید. خب در این جلسه می‌خواهیم به ادامه ساختن منوها بپردازیم. در همین ابتدا می‌خواهیم بک‌گراند قالب را عوض کنیم. خب برای از این کار داخل فایل CSS خود میشیم. قبل از کد اصلی یا تاب مین خود، سلکتور مین خود، اینجا ما بک‌گراند ایمیج. خب در قسمت ایمیج ما قبلا یک بک‌گراند یا عکس اینجا باید خدمت شما دوم است که لازمی حتما شما هر سایز عکس شما مثلا 1000 پیکسل باشه. باید عکس خیلی کوچک هم شما میتونیم روز انتخاب کنیم و توسط CSS حالا ریپیتش کنیم. خب حالا ما سیو میکنیم، نتیجه میبینیم. خب میبینیم که بک‌گراند قالب وبسایت عوض شد. یه سری دستورات هست که حالا میتونیم که روی محور Y و یا روی محور X این کار انجام بدیم که فعلا نیازی برای از این کار نیه. خب برای ساختن منوها ما تگ‌های UL و LI داریم که باید از اینا استفاده کنیم. وارد کد HTML خود میشیم. این قسمت داشته باشیم به این حالت از تگ UL و همچنین بسته تگ LI متن خود تایپ کنیم که نظر به منوهایی که از قبل در فتوشاپ طراحی کردیم. خانه خدمات از این کپی کنیم. حالا کنترل اس میکنم و نتیجه میگیریم. خب اینجا دقت کنیم که به شکل لیستی منوهای ما ایجاد شده. کافیه که ما در قسمت CSS خود این تغییرات اعمال کنیم. خب برای منظم کردن این کپی ما میکنیم و UL اینجا چون با تگ UL شروع شده می‌بینیم تگ UL برم این تگ LI. حالا براکت خود باز میکنیم. خب برای اینکه ما راست چینش کنیم از دستور float و right رنگ منو ما به شکل سفید میخوایم باشه. کاله رنگ سفید. همچنین مارجین از سمت راست میخوایم به اندازه 20 پیکسل باشه. مارجین رایت به اندازه 20 پیکسل. خب حالا ما سیو میکنیم. خب میبینیم که در واقع منوی ما رو هم راستچین شد و هم یه خورده منظم شد. اگه در قالب فتوشاپ که من طراحی کردم این قسمت ببینیم فونت قالب B1 است. برای اینکه ما فونت خوب به این شکل در بیاریم کافی شما در یک البته از ساده ترین روش ها است که ما از این سایت استفاده می‌کنیم. فونت رو داریم. در قسمت آرشیو فونت ها این قسمت فونت B1 انتخاب کنیم. فونت
خب دریافت به صورت کد متنی روش کلیک میکنیم تا دانلود بشه. خب حالا فایل اوپن میکنیم. فقط این قسمت کد ما کپی میکنیم و در درون فایل HTML خود اضافه میکنیم. بعد از تگ CSS خود حالا ما کنترل S میزنیم برای از اینکه حالا اگر ریفرش کنیم هیچ تغییر بازم حاصل نشد. دلیل از اینکه ما در CSS فراخوانی نکردیم که این تغییرات اعمال بشه. برای این کار ما باید در داخل قالب CSS فایل CSS خود دستور فونت فامیلی که اینجا ما تایپ کنیم کام کنترل اس من میزنم. حالا نتیجه رو ببینیم. ببینید که در واقع خط قالب وبسایت عوض شد. خب میفهمیم که منوها حالت لینک دار داره، یعنی حالتی که وقتی رویش کلیک میکنیم که هیچ در واقع لینکی وجود نداره. برای از اینکه لینک دار بشه ما باید در داخل فایل HTML خود این قسمت تگ A خب فعلا لینک ما برش نمیدم و کنترل اس میزنم. میبینید که به شکل اندرلاین بود. معمولا به شکل دیفالت یا پیشفرض یکی خاصیت هایی که در واقع HTML داره یه هستی که لینک ها به شکل اندرلاین میل زمانی که شما رو لینک دار میکنید. خب میگذارم که یک کپی از همه از بگیرم. تماس با کنترل اس بزنم. خب میبینید که همه از اینا به شکل لینک دار ظاهر شد. برای هزی که خب چه قسمی به این صورت این داشته باشین کنترل سی و بکنم کنترل وی. خب حالا بعد از تگ li ما یک تگ دیگه به اسم در واقع استفاده کردیم. برای از اینکه اضافه بشه باید با تگ خود اینجا. حالا دستور داریم که باید رنگش اول در نظر بگیریم. رنگ سفید، همچنین تکست دکوریشن روی نان قرار میدیم. خب حالا ما سیو میکنیم. دیگه باید دو حالت وجود نداشته باشه. خب میبینید که لینک ها به خوبی کار میکنه و حالت از بین بره. یک چیز دیگه میخوایم به قسمت که اضافه بکنم، زمانی که ماوس روی یکی از این منوها میره باید رنگش عوض بشه. روی به چه صورت کار میکنه؟ این هم با هم دیگه کار میکنیم. همین قسمت رو کپی میگیرم کنترل وی. در این قسمت بعد از تگ آ دو نقطه آلت هاور باید انتخاب کنیم. خب قسمت رو ما پاک میکنیم. آلت هاور زمانی که ما بخوایم رنگ، خب به چی شکل باید رنگش عوض بشه؟
میگیم که رنگی زمانی که ماوس روی قسمت قرار میگیره به شکل حالا سرخ. ببینیم که نتیجه چیه. خب ببینید وقتی که ماوس روی یک از مینا قرار میگیره حالت رنگش عوض میشه. حالا میتونید که ما رنگ رو عوض، مثلا یک رنگ بهتری غیر از سرخ، مثلا رنگ آبی میخواستم. بله خوب رنگ. خب حالا رنگی تقریبا بهتره شد. خب شما میتونید که در واقع رنگ ها متفاوت تری هم استفاده کنید.